زمان قدیم اینطور بوده که وقتی یه حکومتی شکست می‌خورد و کشوری سقوط می‌کرد، از ممالک اطراف می‌اومدن و تا می‌تونستن از فرصت استفاده می‌کردند و برای خودشون غنیمت جمع می‌کردند. حالا مملکت ما هم به همچین وضعی افتاده. حالا که کشور در آستانه سقوط و اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار گرفته، سایر کشورها مثل مور و ملخ ریختن و تا میتونن دارن تهمونده های سفره انقلاب رو جارو میزنن. روسیه دریای خزر رو بالا کشید، چینی ها خلیج فارس رو دارن شخ میزنن، هندی ها بندرها رو دارن خالی میکنن. اروپایی ها افتادن به جون خزانه مملکت و دیگه هر کشوری هر چقدر زورش میرسه داره میکنه و میبره. فقط یه عراق مونده بود که اونم پریروز فرماندار شهرستان مریوان اعلام کرد که روزانه هزاران عراقی از مرزها وارد مریوان میشن و با خرید گسترده کالاهای اساسی و مواد غذایی در مریوان رو نایاب کردند. بله خب دستشون درد نکنه. یعنی همینطور که از گرونی و فساد و بدبختی داریم تلف میشیم و داریم جان به جان آفرین تسلیم میکنیم، عوضش خیالمون راحت باشه که دیگه چیزی تش نمیمونه که نگرانش باشیم. بله، فلذا با روحی آرام، جیبی خالی از این دنیا میریم. اینجوری هم دراماتیک تره، همین که سکانس آخرش خیلی به یاد موندنی تره.